بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد بك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه از مکه مکرمه هجرت کردند و به مدینه منوره تشریف آوردند، شهر مدینه منوره کاملا دگرگون شد. هم نامش تغییر یافت و هم برکت زیاد شد در مدینه منوره به خاطر دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم، و هم آب و هوایش تغییر کرد و آن وباهایی که در مدینه بود به سبب دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم منتقل شد به جحفه، و همین که مدینه منوره دارالاسلام قرار گرفت، مرکز رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم، که تمام مسلمانان که در مکه مکرمه بودند از جانب الله متعال مأمور شدند که هجرت بکنند از مکه مکرمه به مدینه منوره. مدینه شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. طیبه و طابه دو نام از نامه‌های شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، یا المدینه یا مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی این شهر بعد از ورود رسول الله صلی الله علیه و سلم معروف شد به شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم. و همین که مدینه را رسول الله صلی الله علیه و سلم حرم قرار دادند مانند مکه، و فضیلت‌هایی را رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مدینه منوره مشخص کردند. یکی از افتخاراتی که مدینه منوره دارد این هست که مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم در این شهر قرار دارد. و ما می‌دانیم که مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم توسط خود ایشان بنا شد و شخصا خود ایشان همراه با دیگر اصحابشون کار می‌کردند، خشت حمل می‌کردند، دیوار می‌ساختند، تا اینکه نهایتاً مسجد النبی و مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم در شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم ساخته شد. این مسجد مانند مساجد دیگر دنیا نیست، فضیلت‌ها و ویژگی‌هایی را دارد که مساجد دیگر ندارند. من جمله این که الله متعال تأیید کرده این مسجد را و سازندگان این مسجد را که آنها اهل تقوا بودند، در بنای این مسجد اخلاص داشتند، هدفشون الله متعال بود، پشتیبانی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. بدین خاطر هست که الله متعال هم به رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادند که در این مسجد نماز بخوانند. الله متعال می‌فرماید لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه.
فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم مسجدی هست که بنابر تأیید الله متعال بر مبنای تقوا ساخته شده. مسجدی هست که سازندگانش صرفاً رضایت الله متعال را می‌خواستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه با دیگر صحابه خشت حمل می‌کردند و دیوارهای مسجد النبی را بالا آوردند. و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در زمان خودشون این مسجد را توسعه دادند. زمانی که ایشون در سال 7 هجری وقتی که از خیبر برگشتند دیدند که تعداد مسلمانان در واقع زیاد شده و مسجد جایش کم هست و جا نمی شود که تمام مسلمانان بیایند و در این مسجد نماز بخوانند. رسول الله صلی الله علیه و سلم مسجد را افزایش دادند. زمینی بود در کنار مسجد که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خریداری کرد و این زمین را رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد اضافه فرمودند. این آغاز مسجد بود که بعد از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بنیانگذاری شد. در همان نخستین روزهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آوردند و بعد از ایشون حتی در زمان ایشون و بعد از وفات ایشان در زمان حضرت عمر و عثمان و بعداً در زمان بقیه خلفا و امرای مسلمین این مسجد همچنان در حال توسعه بوده تا اینکه به شکل امروزی رسیده. یکی از فضایل مشخصی که مسجد النبی دارد این هست که نماز در این مسجد ثوابش چندین برابر هست. اگر یک فردی در این مسجد یک نمازی بخواند گویا که 1000 نماز خونده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که صلاة فی مسجدی هذا خیر من 1000 صلاة فی ما سوا. یک نماز در مسجد من، یعنی در مسجد مدینه منوره، بهتر از 1000 نماز در جاهای دیگر هست، به استثنای مسجد الحرام که در مسجد الحرام هر نمازی 100,000 برابر ثواب بیشتری را دارد. این واقعا یک فرصت بسیار عظیمی هست که الله متعال به اهل مدینه و زائران مدینه در واقع عنایت فرموده. کسانی که این نعمت نصیبشان بشود که چند روزی رو در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز بخوانند، الله متعال را عبادت بکنند، به برکت دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم و فضیلتی رو که ایشان بیان کردند، ثواب نمازها 1000 برابر هست. یکی دیگر از فضایل این مسجد این هست که الله متعال فرشتگانی را مقرر کرده و به اونها این مسئولیت و وظیفه را داده که رفت و آمد بکنند بین مدینه و جاهای دیگر و بر قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسانی که درود میفرستند بر رسول الله صلی الله علیه و سلم درود امت را و سلام امت را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسانند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا تجعلوا بیوتکم قبورا، خانه هایتان را قبر نکنید، یعنی مثل قبرستان نباشند. در خانه هایتون قرآن بخوانید، در خانه هایتان نماز بخوانید. ولا تجعلوا قبری عیدا، و قبر مرا میادگاه خودتون و محل جشن و سرور خودتون قرار ندهید. و صلوا علی فان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، بر من درود بفرستید، صلات و سلام بفرستید بر من، زیرا که درود شما
بر من عرضه خواهد شد، به من میرسد. درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم اضافه بر این که فرشتگان الهی این درود من و شما را به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسانند، در مقابل فرشتگان برای ما 10 برابر دعای خیر میکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من صلی علی واحدة صلی الله به علیه 10. هر کسی که یک بار بر من درود بفرستد، الله متعال 10 برابر بر اون رحمت میفرستد. فضیلت بسیار بزرگی هست و این درود من و شما را فرشتگانی را الله متعال مقرر کرده، وظیفهشان این هست که صلات و درود مسلمانان را به رسول الله صلی الله علیه و سلم ابلاغ بکنند. و یکی دیگر از ویژگی های این مسجد که قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار آن هست، این هست که هر کسی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاید و سلام بکند، رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنود و سلامش را پاسخ میگوید. ما من احد یسلم علی الا رد الله روحی حتی ارد علیه السلام. هر کسی که بر من سلام بفرستد، به من سلام بدهد، الله متعال روح مرا باز میگرداند تا اینکه جواب سلامش را بدهم. و در روایت دیگر ان لله ملائکة فی الارض سیاحین، الله متعال فرشتگانی را دارد که سیاحند، جهانگردند، در روی زمین میگردند. یبلغونی من امتی السلام، از جانب امت من به من سلام میرسانند. بسیاری از مردم عادت کردند وقتی کسی به سفر حج یا عمره می رود میگویند که سلام ما را به رسول الله صلی الله علیه وسلم برسان، چون این چیزی بدعت هست و نیازی به این کار نیست. خود شما اگر سلام بفرستید، درود بفرستید بر رسول الله صلی الله علیه وسلم، بهتر از این که این فردی که شما او را مشخص کردید که سلام شما را برساند، فرشتگان الهی سلام و درود شما را به رسول الله صلی الله علیه وسلم میرسانند و در مقابل الله متعال در مقابل هر صلاتی و درودی 10 مرتبه بر شما رحمت میفرستد. یکی دیگر از ویژگی های این مسجد این است که برخلاف مساجد دیگر شد رحال به این مسجد جایز هست. یعنی این که انسان رخت سفر ببندد، مشقت سفر را تحمل بکند برای مسافرت به قصد رفتن به مدینه و عبادت کردن الله در مسجد النبی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. شد رحال جایز نیست، مسافرت کردن به یک مسجد جایز نیست مگر 3 مسجد در دنیا: مسجدی هذا و مسجد الحرام و المسجد الاقصی. این 3 مسجد رو اگر کسی سختی سفر رو تحمل بکند به خاطر این که برود در این 3 مسجد اعتکاف بنشیند یا الله را عبادت بکند، نماز بخواند، اشکالی ندارد. اما مساجد دیگر این ویژگی رو ندارند. اگر کسی نذر کرد که من میروم در فلان مسجد چند رکعت نماز میخوانم، هر مسجدی که برود نذرش ادا شده. لازم نیست که حتما در آن مسجدی که مشخص کرده برود و جایز هم نیست که انسان به نیت عبادت الله متعال در فلان مسجد و فلان شهر سفر بکنه. اما مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین مسجد الحرام و مسجد الاقصی از این ممنوعیت در واقع مستثنا هستند. اینها فضیلت هایی هست که الله متعال برای مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داده و من جمله این که رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی رو که در مسجد النبی دنبال علم هستند و دنبال تحصیل هستند، آنها را
مجاهد فی سبیل الله نام نهاده، یعنی ثواب جهاد فی سبیل الله را دارند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من جاء مسجدی هذا لم یأته الا لخیر یعلمه او یتعلمه. هر کسی که به این مسجد من بیاید و هدفش از آمدن این بوده که یک خیری را، یک علمی را به دیگران بیاموزد یا خودش چیزی بیاموزد، فهو به منزله المجاهد فی سبیل الله، به منزله مجاهد فی سبیل الله هست. که الحمدلله امروزه ما میبینیم که هم در مسجد الحرام و هم در مسجد النبی در طول شبانه روز حلقه های علم و درس دینی الحمدلله که بسیار فراوان هست و مردم از این استفاده می کنند. و یکی دیگر از مواردی که جز فضایل هست در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم این هست که روضه در مسجد وجود دارد و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه، در میان خانه من و منبر من یک گلزاری از گلزارهای بهشت هست. این منطقه جزء بهشت هست که یک فضیلت خیلی زیادی را دارد که امروزه مشخص شده با فرشه هایی که رنگ متفاوتی دارند از بقیه مسجد. این بقعه و این نقطه را رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از جاهای بهشت و یکی از مکانهای بهشت در واقع معرفی فرمودند. این مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم که انسانهای مسلمان همیشه در رمضان و غیر رمضان عبادت الله متعال را انجام میدهند با اخلاص و صرفاً برای الله متعال عبادت میگذارند، رسول الله صلی الله علیه و سلم این مژده را به آنها داده که الله متعال عبادت آنها را چندین برابر در واقع بپذیرد. امیدوار هستم که الله متعال این فضیلت را به همه من و شما عنایت بفرماید که در دنیا زیارت مسجد النبی را نصیب ما بگرداند و در روز قیامت هم انشاءالله شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و همراهی ایشان را به ما عنایت بفرماید. تا برنامه دیگر و مطالبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة